السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران اهل اسلام، خواهش میکنم با دقت گوش کنین، زیرا اینکه برای هر یکی ما و شما این حدیث ضرور است. از ابو سعید خدری و ابن عباس این حدیث را روایت میکنند. میگوید پدر حق دارد که فرزند را نام خوب گذارد و دوم ادب خوب دهد و سوم فرزند که به وایه رسد او را خانه‌دار کند، یعنی که همسردار کند. اگر میگه فرزند به وایه رسید و پدر آن را همسر که نداد، هر گناهی که آن فرزند میکند بر بالای پدرش است. یعنی که فرزند زنا میکند، یعنی که دیگر گناهایی را که میکند، همگی این گناه ها در بالای پدرش است، خواه پسر باشد و یا دختر. برادران عزیز، این حدیث را هیچگاه از سرتان دور نکنید. روزی از روزها شما هم پدر میشوید، مادر میشوید. در یادتون باشد که فرزند را نام خوب گذاشتن در کار، ادب خوب دادن در کار و اون که به وایه رسید زود او را خانه‌دار کردن در کار. گناه خودمان کم است که باز گناهی آنقدر فرزندانمان میکند در بالای ما و شما باشد. امروز ها میبینیم فرزند به 20 به 25 تا 30 رفته ایستاده است، پدرش او را نه شوهر میدهد و نه او را زن میدهد. میگوید که حالا تو یاش زندگی را نمیفهمی. اگر این خیل میشد، الله سبحانه و تعالی نمیگفت که فرزندان خودتان را زود عائله دار کنید، یعنی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم نمیگفت. امروزها بسیاری از پدر و مادران بر ضد سخن رسول خدا و بر ضد سخن الله میبرایند که تو یاش هستی، زندگی رو نمیفهمی. آخه زندگی رو نمیفهمد، با او ادب خوب ده، با او زندگی رو فهمون. 18 سال چیکار کرده که فرزند خود را تربیه ندادی؟ در 2-3 سال دیگر اون تربیه مییابد؟ نه، خطا میکنی. فرزند در سن 7 ساله 10 ساله شدن باید همه چیز را بداند، از همه چیز با خبر باشد. این قدر گناهی که چندین سال اون فرزندی تو میکند، همش بر سر تو است که او را عائله دار نکردی و او را به شوهر ندادی. خب الله یار مددگار هر یک ما و شما باشد. دعاگو باشید.